سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 8 مارس است و نخست نظر کوتاهی خواهیم داشت با سرخط چندی از موضوعها. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رقیب احتمالیش دونالد ترامپ را با خشونت‌زنی به ولادیمیر پوتین متهم کرد. سرخمی بر رهبر روسیه ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. از باران گریختند و به سنگریز افتادند. سوختار در بازار شهلای بختر تاجران مهاجر از افغانستان را از مال و ملک محروم نمود. دیگه ضرر بسیار دیدیم، خیلی ما از خدا میبینیم، دیگه چیکار کنیم که نمیدانیم. بود ما هم همینجا تو و به برقی آخری کار نیست. شاهزاده زینالدین و در تالار تاریکی بی برق هم کنسرت زنده‌اش را به پر نمود. اما برنامه را با آن آغاز میکنیم که امروز اکثر ساکنان تاجیکستان روز ماده را در خانه های سرد و تاریک میگذرانند. مردم میگویند شب گذشته همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و خلاص. همکارم محمود جان رحمتزاده از کلاب گزارش میدهد. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور به رادیو آزادی زنگ میزنند و میگویند و مینویسند که شب 7 به 8 مارس همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالا آنکه بر اساس ریجه تعیین کرده مقامات ساکنین روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمیدهند. ساکنان بسیار محله‌های شهر کلوب شب گذشته برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشان 1.5 ساعت برق داده شد. در ناحیه‌های اطراف کلوب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مومن‌آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه‌های شهری توز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه‌های ولایت ختلان هم میگویند شبانه روز گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند. در شهر باختر، مرکز ولایت ختلان، ساکنان 4 ساعت برق داشته‌اند. به جز منطقه‌ها در پایتخت تاجیکستان دوام 10 روز اخیر مردم از کمبودی برق شکایت می‌کنند. آخر ماه فوریه نوبتدار شبکه‌های برق شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت دستور گرفته‌اند که انتقال برق را به نوبت در محله‌های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسما جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند، اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله‌های شهر دوشنبه قطع می‌شود. تأمین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبودی آب در آب انبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یکباره زیاد شدن استفاده برق را از سبب‌های کمبودی برق در کشور می‌گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبودی آن در داخل کشور شده است. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پرچه از بحث گپی آزاد رو میبینیم که این هفته موضوع آن دلیل بی‌برقی در تاجیکستان بود. سبب‌ها چی هستند؟ کمی آب در آب انبار نارک، افزایش طلبات مردم به نیروی برق، مدیریت نادرست و یا چیزی دیگر. همکارانم همین سوال‌ها را در صحبت با یک متخصص و سیاستمدار در میان گذاشتند. چرا برق نیست؟ به نظر من میرزا نبی هر یک سردار عائله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودشه، غم مردم خودشه خوره. علاوه بر اون من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. دوستان مهربان، برنامه گپی آزاد صبح روز یک شنبه در وبسایت آزادی و در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. شام دیروز پرزیدنت آمریکا جو بایدن با پیام سالانه به وکیلان هر دو مجلس کنگره و مردم کشورش مراجعت نموده به حمایت از دموکراسی در داخل و خارج کشور دعوت کرد. یک بخش مهم این سخنرانی به تنقید دونالد ترامپ رقیب احتمالی او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر بخشیده شده بود. کامرسیت تا موضوع را ادامه می‌دهد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا شام پنجشنبه در یک سخنرانی مهم که شبکه‌های تلویزیونی ایالات متحده آن را مستقیم پخش کردند، رقیب احتمالیش در انتخابات پرزیدنتی دونالد ترامپ را به سرخم کردن به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم کرد.
سرخمی بر رهبری روسیه ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. در مراجعت به وکیلان هر دو مجلس کنگره امریکا، بایدن گفت دموکراسی سراسر عالم با خطر مواجه است. بایدن اظهارات اخیر ترامپ را درباره ناتو محکوم کرد و ابراز داشت که این پیمان دفاعی زیر رهبری امریکا قدرت از هر وقت دیگر بیشتر کسب نموده است. امسال 75مین سالگرد تأسیس ناتو جشن گرفته خواهد شد. بایدن خاطر نشان کرد که سال گذشته فنلندیا و چند ساعت پیش سوئیسریا عضو ناتو شدند. او سروزیر این کشور اولف کریستوفرسون را که در تالار حضور داشت تبریک کرد. پرزیدنت امریکا از وکیلان کنگره دعوت کرد که بسته یاری ها را به اوکراین که برای مقاومت به تجاوز 2 ساله روسیه حیاتاً ضرور است تصویب کند. به قول بایدن اگر پوتین در اوکراین پیروز شود، او از حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو خودداری نخواهد کرد. اوکراین میتواند پوتین را متوقف کند اگر ما به این کشور برای حمایت از خودش سلاح دهیم. گروه وکیلان محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه امریکا چند ماه باز از قبول بسته یاری‌های نظامی، اقتصادی و بشری که به 60 میلیارد دلار برابر است جلوگیری می‌کنند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سوختار دیروزه در بازار شهر بختر چند خانواده شهروندان افغانستان را به یگانه منبع درآمد گذاشت. برخی از آنها که آتش سوزی دکان‌هایشان را به خاکستر تبدیل داد، ضرری رسیده را صدها هزار سامانی رقم میزنند. جزئیات در گزارشی همکاران ما. سوختار در فروشگاه قسم‌های احتیاطی و تعمیر ماشین‌ها در شهر بختر. مقامات گفتند 6 دکان پر به کام آتش رفت. صاحبان 5 دکانی که به کام آتش رفت مهاجران افغانستانی بودند. یکی از آنها امیرخیل عمران است. او میگوید خانواده‌اش تنها همین دکان را داشت که آن هم سوخت و 5 عضو عائله را بیکار و بی درآمد گذاشت. در این حادثه 400 هزار سامانه ضرر دیدند. خانواده دیگه چیز داشتگی و نداشتگی همین درود بزد همش همین درود بود مثلا ما سوخت هم یا ماشین موندن خودمون نمیدونم واقعا دیگه بگن دیگه خودشون تحقیق میکنن. به نظر من زمینکنی بد. دکان‌های فروش قسم‌های احتیاطی در حدود بازار شهلای شهر بختر جایگیر است. در عموم تقریباً 20 دکان به مهاجران افغانستانی تعلق دارد. اکثر فروشنده و استاهای تعمیر ماشین نیز افغانستانی هستند. آنها پیش و بعد از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان به تاجیکستان کوچیدند چون از امنیت خود در آن سوی آمون نگران بودند. همینجا دکان‌های ما پجر گرفت. فضل خداوند به اسرع وقت پجرمی کار رسیدن و این آتش فشان خاموش کردن. اگه تمام بازار شهلا در میگیرد. دیگه ضرر بسیار دیدیم. خیلی ما از خدا میبینیم دیگه چیکار کنیم که نمیدانیم. بود ما هم همینجا تو. بعضی از تاجران توانستند که زود از حادثه خبر یافته پیش سوختار را بگیرند و دکان خود را از نابود شوی نجات دهند، وگرنه به نقل آنها ضرر سوختار از این هم بیشتر می بود. زحمت خدا کشیدن، این خیلی مردم را یاردم کردن آتش فشان. زحمت خدا کشید رحمت میگم شما. خیلی ما خیلی ضرر نرسیده، همسایه را ضرر رسید. در اداره آتش نشانی شهر بختر گفتند سبب سوختار و ضرر رسیده را حساب کتاب دارند. صاحبکاران ضرر دیده تخمین میزنند که احتمال به هم رسیدن سیم برق سبب سوختار شده است. آتش گرفتن بازارها در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می‌افتد. از جمله تابستان سال 2022 در شهر بختر بازار فراوان آتش گرفته بود. در آن حادثه 12 نفر زخمی شدند. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیانی رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله‌های بحث برانگیز مانده است. برنامه را ادامه می‌دیم. رهبر خدمات علاقه تاجیکستان با یک فرمانش در نزد خدمات ستاد دائمی اوید به تامین علاقه موبیلی در تاجیکستان و بخصوص در دوشنبه را تأسیس داده است. هدف این ستاد تامین علاقه بوصفت عنوان می شود که رهبری آن را به واسطه خود بیکسبور بر عهده خواهد داشت. همچنین همه رئیسان شرکت‌های موبیلی عضو این ستاد شده
هر هفته برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته جمع می آیند. تشکیل ستاد در حالی است که ساکنان تاجیکستان پیوسته از صفت بد علاقه و سرعت سست اینترنت و اما نرخ گران آن شکایت می کنند. 2 سال می شود رئیسی جمهوری تاجیکستان در پیام‌های سالانه‌اش به پارلمان از بلند بودن ارزش و پایین بودن سرعت اینترنت نگرانی می کند، ولی مشکل همچنان باقی مانده است. میرویم به ولایت سوخت. هفته گذشته در خوجند در یک شرایط فوق‌العاده هنرنمایی آوازخوان شهزاده زین‌الدین و دایر شد. فرزان محمدی در این کنسرت اشتراک داشت و گزارش او را همراه می‌بینیم. لحظه های اولی برنامه هنری شهزاده زین‌الدین و روز 1 مارس در کاخ رودکی شهر خوجند غیر معمولی آغاز شد. آن روز چند ساعت در برخی از مناطق تاجیکستان برق نبود، ولی این حالت باعث به لغو کنسرت زنده این زاده قرقیزستان نگردید و تا آمدن برق بدون تجهیزات تکنیکی به هوادارانش سرود خواند. من میدونم که چراغ نبود، لیکن هر یک مخلص تو با صبرانه با محبت انتظار شدن و این یک دولت کلان برای صنعتکار است. بیاید یک فرصت دیگه بزنیم. امروز به نظر من برای شاهزاده بانو این خله بهترین است. شاهزاده زین‌الدین و بعد ختم مکتب میانه سال 2011 از زادگاهش ناحیه لالک ولایت بادکند قرقیزستان برای آموزش در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ به خوجند آمد. بعد تحصیل و آغاز کار هنری با یک همپیشه‌اش از شهر خوجند عائله‌دار شده و دیگر به زادگاهش برنگشته است. به گفته او، مادرش از تاجیک‌تباران جماعت آچی قلچه ناحیه باوجان غفوروی تاجیکستان و پدرش از ازبک‌تباران قرقیزستان است. بنابر بسته بودن مرزها، این آوازخوان تقریباً 3 سال باز به خانه پدریش نرفته است و 2 کودکش را پیوندانش هنوز از نزدیک ندیدند. شاهزاده در برنامه هنریش گفت که با سببها والدینش به کنسرت او آمده نتوانستند، ولی همچون پیام برایشان سرود نو تقدیم کرد. زمین ما، زمان ما تنج و امانی باشد. نیتی صنعتکار البته همه وقت روزی خورسندی و در کار می شود و خلق عزیز ما همیشه در خاندانشان توی باشد، خورسندی باشد. ما روزای ایدشان و روزای خوبشان تویشان خدمت کنیم همه وقت. میانشان سخت میبندیم تاجیکستان به پیش. شاهزاده میگوید هرچند سالهای پیش مادرش از تاجیکستان به قرقیزستان همچون عروس رفته باشد، بعد چند سال تقدیر او را همچون عروس به تاجیکستان آورد. این را وی یک فال نیک برای آینده نیک می‌داند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. چون آوازخوان شاهزاده زین‌الدین و از مادر یاد کرد و امروز هم که در تاجیکستان عید مادران و روز استراحتی است، برنامه را با چند مصرع از نوشته های شاعر تاجیک رستم وهاب خلاصه میکنیم. زنان را گرز دانش زیوری هست، امید روزگاری بهتری است. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری است. با امید سلامتی همه مادران دنیا و ابراز سپاس برای همراهی هر یک شما عزیزان، نشر نوبتی اخبار آزادی را پایان میبرم. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه شما میتوانید از سامانه رادیو آزادی و همین گونه از صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا نمایید. همدیگر را دوست دارید و خود را احتیاط کنید. خدا نگهداری هر یک شما باشد.